برای یک بارم که شده پیشنهاد میکنم کوفته کباب رو با این روش امتحان کنید. مطمئنم که ازش خوشتون میاد. این لقمه برای کسایی که لایک میکنن. البته برای کسایی که لایک نمیکنن هم لقمه میگیریم، مشکلی نیست. به بادمجون کبابی احتیاج داریم که به هر روشی که دوست دارید کبابیش کنید. من با یه بشکن کبابیش کردم، بعد هم ساتوریش میکنم. حالا بهش ماست پرچرب همزده اضافه میکنم و خوب هم میزنم. حالا پهنش کنید کف ظرف سربتون و میریم سراغ مواد کوفته کباب. به 400 گرم گوشت چرخ کرده، یه حبه سیر، یک عدد پیاز آب گرفته رنده شده، ادویه و جعفری خرد شده اضافه میکنیم و خوب برز میدیم تا جایی که حسابی چسبنده بشه. ادویه هاش هم نمک، فلفل، پاپریکا و پول بیبر هست. حالا دستتون رو خیس کنید. 2 تا سیخ چوبی احتیاج داریم. از سیخ فلزی کوچیک هم میتونید استفاده کنید. و به این صورت مواد گوشتی رو روش فرم بدید. اگه فرصت داشتید یه ساعت هم بذارید یخچال که استراحت کنه. کف تابتون رو یه مقدار خیلی کم چرب کنید و کوفته کبابا رو روش قرار بدید. بعد میبینید که خودشون روغن و آب میندازن. بعد از اینکه 2 طرفش خوب سرخ شد درش رو بذارید که داخلش هم مغز پخت بشه. حالا 40 گرم کره رو داخل تابه ذوب کنید، بهش پول بیبر یا پاپریکا اضافه کنید. وقتی که کره ذوب شد تابه رو خاموش کنید، اجازه بدید که رنگ فلفلتون آزاد بشه. کوفته کبابا هم دیگه آماده شدن و به این صورت سروشون میکنیم. روغن پاپریکایی که آماده کردیم رو روش میریزیم و با جعفری تزیینش میکنیم.